سلام دوستای عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز با من همراه باشین. میخوام ببرمتون حراجی ماشین توی ژاپن. تو این ویدیو قراره بهتون ماشینای ژاپنی که قراره توی آکشن فروش بره رو نشون بدم. بعضی از ماشینای جدیدی که شاید تو ایران هنوز نیومده و ندیدین رو بهتون نشون بدم و همچنین بهتون یاد بدم چه شکلی خرید کنین و چه جوری بفروشین ماشین اینجا. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشین چون کلی اطلاعات مفید قراره یاد بگیرین. امیدوارم لذت ببرین از دیدن این ویدیو. لایک و سابسکرایب یادتون نره. مزایده خودرو تو ژاپن این شکلیه. یه اتاق خیلی بزرگی هست که همه کارکنان اینجا مانیتور دارن که این مانیتور وصله به مانیتور اصلی. توی طول روز ماشین‌های متفاوت از قیمت‌های متفاوت اینجا برای مزایده گذاشته میشه و هر کدوم از این ماشین‌ها یه شماره خاصی دارن. افرادی که توی این سالن نشستن همه اجازه خرید و فروش از این آکشن یا مزایده رو دارن. اگر بخواید مستقیم از آکشن ماشین بخرید یا بخواید ماشینتون رو برای فروش توی آکشن بذارید، یکی از افرادی که اینجا کار میکنن باید به شما کمک کنن. اونها برای شما میتونن ماشین رو بخرن و ماشین رو بفروشن و معمولا هیچ درصدی از شما دریافت نمیکنن. حالا بیایم بریم ماشینایی که توی آکشن هست رو با هم ببینیم و بهتون یاد بدم چه نکاتی رو باید دقت کنیم برای خرید ماشین. توی هر ماشینی که توی آکشن پارکه یه همچین برگه‌ای هست که توی این برگه اطلاعات کامل ماشین از گرید ماشین که A, B, C, D میتونه باشه تا کارکرد ماشین، مشکلات ماشین، خط و خش ماشین و هر چیزی که از توی ماشین شما نیاز بدونین توش نوشته شده. بریم ببینیم چه مدل ماشینایی معمولا تو آکشن میذارن. You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? Please go easy on me, babe. Send message after message, forward my calls. Next day you hit me back like nothing happened. فروش یعنی ماشین رو با همین سیستم میارن و شما میتونید بخرین و بفروشین. معمولا کسایی که این ماشینا رو میخرن این ماشینا رو تعمیر میکنن و میفرستن برای کشورهای دیگه. تو خود ژاپن نمیتونن بفروشنش. انقدر هزینه تعمیر توی ژاپن زیاده که معمولا وقتی ماشینشون تصادف میکنه حتی اگه ماشین نو باشه ترجیح میدن ماشین رو بفروشن. نگاه کنید الان این ماشینا رو، اینا هم ماشینای نو تصادفی ان و با یه قیمت خیلی کمی میتونن اینجا بخرن اینا رو. معمولا هم اینا رو تعمیر میکنن میفرستن برای کشورهای دیگه، چون تو خود ژاپن معمولا کسی ماشین تصادف کرده نمیخره. حتی یکی از جذاب‌ترین ماشین‌های ژاپنی که خیلی ژاپنی‌ها ازش استفاده می‌کنن این ماشینای آلفرده که 6 صندلی است. حالا بریم توی یکی از این ماشینا رو بهتون نشون بدم. بچه‌ها این ماشینی که الان دارم بهتون نشون میدم مال 7 سال پیشه و نگاه کنید چقدر ژاپنی‌ها تمیز ماشین رو نگهداری میکنن. حالا ببینید این درای بغلش چجوری باز میشه. خب اینجا یه سری صندلی میخوره. الان نسل جدید این ماشینا دیگه این وسط رو نداره، یعنی 2 تا صندلی جدا داره بدون این وسط و 2 تا صندلی عقب داره. این ماشینا برای مسافرت عالیه. به خاطر همین ژاپنی‌ها خیلی این ماشینا میخرن.
البته این نسل قدیمی است. حالا ببینین چجوری بسته میشه این. بچه اینجا ماشین از همه مدلی هست، ماشین‌های لاکچری، ماشین متوسط و ماشین ارزون قیمت تر هم هست و شما میتونین بیاین همه ماشینا رو چک کنین، بشینین توش و ماشینی که دوست دارین انتخاب کنین و بریم برای قیمت گذاری. بچه این تویوتا کورولای جدیده، نگاه کنین. کورولا خیلی سعی کرده که اسپورت کنه ماشینو. ولی از هرچه بگذریم لکسس جذاب تره. ماشین خیلی جدید نیست ولی توش رو نگاه کنی. بچه این الان یه لکسسه، میخوایم بریم توش رو بهتون نشون بدیم. بچه این ماشین محبوب ایرانی ها لکسس NX. بریم ببینیم چه چیزایی راجبش نوشتن. خب این ماشین 66,000 تا کار کرده، گرید بی بهش دادن. یه سری اسکرچ های کوچیک داره که توضیح دادن اینجا روی بدنش و اینجا نوشتن که لامپش LEDه و چه نوع LEDه و NX 300H یعنی هایبرید هم هست و حالا شروع قیمت اینجا نذاشتن. شما باید برین تو ببینین از چه قیمتی شروع میکننش. چرا؟ ریسایکلشه این، نه این شروع قیمتش نیست. بچه حالا بیایم بریم بهتون یه سری ماشینای کوچیک توی ژاپن نشون بدم که بهشون میگن ماشینای پلاک زرد. این ماشینا ماکسیموم 660 سی سی حجم موتورشونه و بسیار کم مصرفن و تعداد زیادی از ژاپنی علاقه‌مندن که این ماشینا رو بخرن. به چند دلیل. اول به خاطر اینکه این ماشینا مصرف بسیار پایینی دارن، پس از نظر بنزین براشون خیلی بصرفه است. دوم به خاطر اینکه هزینه نگهداری این ماشینا توی ژاپن خیلی کمه، یعنی پول بیمه، پول پارکینگ، پول معاینه فنی و تکس رود این ماشینا خیلی پایینه. به خاطر همین برای همه چون شاید خیلی نبینینش تو کشور دیگه، میخوام چند تا از پلاک زردای خوب بهتون نشون بدم. این هوندای، سعی میکنم توی ماشینم بهتون نشون بدم. خیلی ماشین تمیزی بود، گفتم براتون از داخلش هم فیلم بگیرم. مانیتورشه، دندش اینجاست. صندلیاش بسیار راحته، نمیدونم ابرش هم خیلی راحته، تو جای شارژر داره. از هم ماشینای خیلی خوبیه توی این رنج قیمت و این رنج سایزی. هزینه نگهداری ماشینا خیلی کمه. تقریبا اگه بخوام براتون مقایسه کنم هزینه نگهداری این ماشینا به نسبت ماشینای بزرگ 1/10. دایهاتسوه که تو ژاپن الان خیلی معروف شده. اینو ببینین چقدر بامزه است. بچه‌ها ماشین رو نگاه کنین.
این نوع فکر میکنم ماشینش. خب حالا بیا این سوزوکیه. این سوزوکی هم خیلی بچه ها معروفه چون خیلی بامزه. نگاش کنین، 2 تا چراغ گرد ریز کوچیک جلو داره ولی همشون مکعبی. این ماشین رو توشو هم صندلیاشه، هم صندلیای عقبش، 2 تایی. اینا هم هست. این هم سوزوکی. سوزوکی کلا خیلی ماشین کوچیک زیاد میزنه. بریم. این ماشینا درشت ترن. ببینید این مدل ماشینا اگه میخوایم بگیرین، اینا که اینجوری پنجره‌های بزرگ دارن خیلی درشت ترن ماشینشون. یعنی توش هم که باز میکنی کاملا میتونی بفهمی که ماشین خیلی بزرگتره. به نظر من این ماشینا خیلی خوبن برای ایران، به خاطر اینکه خیلی قابلیت استفاده زیادی دارن، مخصوصا برای داخل شهر. یعنی اگر بین شهری نخوایم ماشینا درجه 1 هن. این هونداه. اینم نشون بدم توشو بهتون. حالا این نکته جالب اینه که اینا یه سری تراک هم دارن که پلاکش زرده، یعنی اینا موتوراشون کوچیکه و خیلی از کشاورزا این ماشینا رو میخرن برای محصولات کشاورزیشون و قیمتشون به نسبت خیلی بهتره. نگاه کن اینا همه تراکه.